امروز متاسفانه عده‌ای عالم نما، عده‌ای عارف نما ادعاهایی میکنن. طرف رفته ادعا کرده، خانمی میره پیش یکی از اینها. من هرگز قصد جسارت به محضر علمای ربانی، علمایی که در کسوه اسلامی هستند و هم در ظاهر و هم در شعور و هم در باطن تابع اون منهج نبوی صلی الله علیه و آله و سلم هستن، قصد جسارت ندارم، اما قصد نقد اونهایی رو دارم که درونی گرگ دارن اما لباس میش بر تن میکنن. خطاب به اونهایی که دین و منهج و آبرو و حیثیت مردم براشون هیچ اهمیتی نداره، همش رو برای پر کردن جیب خودشون هزینه میکنن. آقا خانمی رفته پیشش، فلانی دختر من رو دعا بخونید بختش باز بشه. 5 دقیقه بعدش میگه دعا خوندم بختش باز شد. کجا باز شد آقای فلانی؟ چه کار شد؟ هیچی، من خودم خواستگار دخترت هستم. دختر این بدبخت نگونبخت رو همونجا عقدش میکنه که من بختشو باز کردم همسر اون بشه، 1 ماه بعدش هم طلاق میده. این کجای اسلامی رو تایید میکنه؟ این سوء استفاده از دینه. لباس دین برتن کرده، لباس علما رو برتن کرده، حیثیت دین رو زیر سوال میبرند اینها. جنید بغدادی رو، اسم ایشون رو شما بارها شنیدید. این شخصیت میفرماید تصوف، عرفان راه کسی است که کتاب خدا رو در دست راست گرفته، سنت رسول الله رو در دست چپ گرفته و در روشنایی این دو شمع مسیر میپیماید. اینه عارف، اینه عالم، اینه باید دقت کرد و باید مراقب بود. به ابو سعید ابوالخیر گفتن که ابو سعید فلانی روی آب راه میره. گفت چه کنم؟ مگل هم روی آب راه میره. پشمانند هستن حشراتی روی آب، دیدید توی این آبهایی که راکت‌تر هست راه میرن. بعد گفتن فلانی اصلا پر در آورده، رو هوا داره پرواز میکنه. ابو سعید فرمود که چه کنم؟ مگس هم پرواز میکنه بهتر ازش. و بعد این رو مطرح کرد که دلیل بر حقانیت یک نفر این نیست که یک سری حرکات عجیب غریب رو از یک نفر ببینیم. یک نفر ممکنه کارهای عجیب غریبی بکنه. عزیزان ارجمند، این کارهای عجیب غریب، این مشکلاتی که گریبانگیر بعضی از افراد میشه، باعث میشه که اینها دست به هر کاری بزنن برای این که از اون فلاکت و از اون رنج بیان بیرون. مگر مسلمان باید این کار رو بکنه؟ یهودی های منحرف این کار رو میکردن، وقتی دوچار مشکل میشدن به سحر و ساحری روی می آوردن. مسلمان که نباید این کار رو بکنه. اون کسانی که خدا رو باور ندارند، خدایی ندارند، به این سمت میرند. کسی که خدا رو دارد، مولا رو دارد، مشکل گشا رو دارد، چرا اون باید پیش کسی برود که شاید سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد؟ برید در اینترنت سرچ بکنید گزارش های اغفالگری رمالان و ساحران و جادوگران رو. خانومی سواد خواندن و نوشتن نداشته، این می نوشته یه چیزایی رو می نوشته برای این که خانم هایی که باردار نمیشن صاحب فرزند بشن، باردار بشن. در ارتباط بوده و با یک مافیای دیگه، یک عده اینها رو میوردن در محیط های خلوت، سوء استفاده و بعدش سوء استفاده های جنسی از اینها شده، بیهوششون میکردن برای اینکه اینها میخواستن بختشون باز بشه، مشکلشون برطرف بشه. مطلبی که بسیار مهم هست و باید ما مد نظر داشته باشیم اینه که در جامعه‌ای که ما و شما زندگی میکنیم یک عده قصد جیب ما رو دارن. براشون البته دین و آیین مهم نیست، اما برای اینکه جیب ما خالی بشه اول باید فکر رو شستشو بدن، اول باید عقیده رو زیر سوال ببرن، اول باید توحید رو زیر سوال ببرن تا بتونن به اهدافشون برسن. ولذا یک عده‌ای رو از رمالان میبینیم در شکل یه گنجشکی رو دارن، یه فالی رو برمیداره. کارشون غلطه. یه مسلمان هم نباید بهشون 1 ریال بده حتی، چون کمک و مساعدت تعاون در شر میشه. اما شاید این رو نشه گفت سحر. یه عده‌ای هم عرض به خدمت شما یه تاسی دارند و کاسه‌ای دارند و آب توش دارند و فال قهوه میگیرند و فلان. اینا هم مثل اینها انحراف، یک نوع انحراف هست.
یک گروهی هم تسبیح های بلندی دارن، 1 متر 2 متر تسبیحاشون، قیافه های غلط انداز آنچنانی در یک محیط های آلوده اینها نشستن و میگن ما چنین میکنیم چنان میکنیم، از غیب سخن میگویند، ما مشکل شما رو برطرف میکنیم، از آینده خبر میدن، از کالا خبر میدن، از این که بچه شما فلان جا هست خبر میدن. این رو غیر از مولای عزوجل مگر کسی میداند غیب را؟